یکی از خبرهای مهم بین المللی روز اظهارات نخست وزیر ترکیه در رابطه با حوادث جنگ یکم جهان شد. رجب طیب اردوغان در یک اقدام بی‌سابقه‌اش با پخش اظهارات کتبی به 9 زبان از جمله به زبان ارمنی کشتار صدها هزار ارمنی ها را در سال 1915 حادثه تأسف انگیز خواند و از جمله گفت که حادثه های زمان جنگ یکم جهان درد همه ماست. کشتار قریب 100 سال پیش قوم ارمنی در ترکیه عثمانی از نظر ارمنستان باید چون قتل عام یا نسل کشی اعتراف شود، ولی انقره این را قبول ندارد و میگوید که در حوادث آن سالها نه تنها ارمنی ها بلکه خود ترک ها هم قربان شدند. و حالا در بخش مصاحبه روز همکارم در رادیوی آزادی تحلیلگری مسائل منطقه‌ای عباس جوادی را به صحبت دعوت میکنیم. خب آقای جوادی، آیا به شما واکنش مردم ترکیه به چنین یک اقدام نخست وزیر کشورشان معلوم است؟ تا حدی که رسانه‌های ترکیه رو میتونیم بخوانیم و وبسایت‌های ترکیه رو میتونیم بخوانیم، در مجموع واکنش مثبت است و غیر از گروه‌های بسیار ناسیونالیست گوییم رادیکال ناسیونالیست ترکیه و غیر از اون اکثرا مثبت واکنش نشان دادن. پس سبب چنین برخورد مثبت یا واکنش مثبت جامعه ترکیه در چیست به نظر شما؟ یا فکر میکنید که در تمام همین مدت قریب 100 ساله که از آن رویدادها گذشته است و با همیشه مطرح شدن این مسئله در جامعه ترکیه، آیا تغییرات کلی جدی در تفکر جامعه ترکیه هم مشاهده شده است؟ تفکر مردم ترکیه اصولا نه فقط امروز دیروز بلکه حالا 10 سال 20 سال است که به خصوص در شرایط آزادتر شدن بحث صحبت نمایان شدن فکرهای مختلف و متضاد با هم دیگه تغییر یافته است. به نظر من تغییر یافته است. من تصور میکنم که آقای اردوغان این کارش شاید برای اولین بار بود، ولی چندان هم چیز غیر چشم داشت، غیر انتظار نبود، چون که از زمانی که آقای اردوغان سر کار آمد تون صحبتش در باره مسئله ارمنی ها و ارمنستان و کشتار ارامنه در زمان امپراتوری عثمانی بسیار بسیار نرمتر از حکومت‌های قبلی ترکیه بود. منتها این کار به سبب بیشتر سیاست‌های روز پیش نرفته است متاسفانه. یعنی صلح و آرامش و تفاهم و مکالمه دو دولت ارمنستان و ترکیه متاسفانه بیشترم به خاطر وضع اشغال منطقه قره‌باغ کوهی در آذربایجان از طرف ارمنستان. و آیا بعد این می شود انتظار شد که روابط میان دو همسایه نزدیک ارمنستان و ترکیه دیگر می شود، نرمتر می شود، تغییر جدی می بیند؟ فکر می کنم با این فقط یک بیانیه آقای اردوغان که به نظر من مثبت هست به هر صورت کار تمام نمی شود. به نظر من مشکل یک دوتا نیست. اگر مثلا مشکل قره‌باغ کوهی آذربایجان، اشغال قره‌باغ کوهی از طرف نیروهای ارمنی، در واقع الحاق قره‌باغ، اگر نمی بود وضعیت مناسبات ترکیه و ارمنستان خیلی ساده تر میشد، سالها پیشتر حل میشد. تشکر. همصحبت ما عباس جوادی، تحلیلگر مسائل منطقوی در رادیوی آزادی بود.